برادرای عزیز، یار و دوستان، از ما میخواهیم که همه که ما یک جا یک درس خوانیم از معجزه‌های خدا. سوال میتن که خخمی ما معجزه‌های خدا کدام وقت به کلانتر بود؟ وقتی که خدا دنیای آفریدک یا که وقتی که قوم اسرائیل بودن در زمینی مصرعیم به. اگر ما بینیم وقتی که خدا برودک قوم اسرائیل دونی دست باردک، وقتی که کوی سینای باردن، خدا خودش به قوم اسرائیل نشان دادک ویس قوم اسرائیل به دات گوهر دادک. یکم گوهر رو به چی نمیستگه که انوخی ادونای الوهیخا اشر حسیتیخا میرد میسای. ما میگو خدا میگو هستم قوم اسرائیل در زمین مصرعیم برودم. میگم که خیما ابجا این دیگه چیز نمیستن دکار بو یکم گوهر چی؟ ما میگو خدا ما دنیا آفریدم این کلانتر کن. این ما چی میبینیم؟ چی منو میفهمیم ما؟ значит این وقتی که خدا معجز کردک در زمین مصرعیم به وای کلانتر بودک. چوه؟ اگر نپنوازیم ما چند تا دوگما میبریم. مشال دوگما میبریم. یکمش وقتی که خدا دنیای آفریدک، آسمان، زمین، بعدش آفتاب خدا آفریدک. چند تا آفتاب آفریدک خدا؟ یک تا. وقتی که خدا در زمین مصرعیم به اینا به 10 تا جزرها آردک، یکتش از جزرها بودک تاریکی. وقتی که تاریکی بودن قوم اسرائیل به روشن بودک. خیلی که ششم ریبا این 600,000 خدا مت افتاف ساختک به هر یک تا جیود به. چوه اینا وقتی که خانی مصرعیم بدارم خدا گفته که درایتان پیش مصری ما اینا طلا و پوستان لباس های نقص گیرتان پول چه که در کاره گیرتان اینا میتیند به شما. وقتی که اینا درامدن تاریکی به دیدن که گجا به پول هسته، گجا به طلا هسته در مصری ما به. وقتی که یک تجوید آمدک برومدن پیش مصرعیم پیش برومدن گفته که ینگ مصطفی دمای اپچه طلا دمای اپچه لباس این خیلی چیزاته. میگه من قسم میتم من ندارم. میگه نداری؟ میگه اجرنی مکسیوی. من میگه اون روز وقتی که تاریکی بودک من اومدم دیدن دونه اشخافت اون طرف به هم چه پولی ساده چه طلایی ساده علاج نوشتک اینا بدادک. بینیم که خدا چه اینا به چقدر آفتاب آفریدو این معجزه خدا کردک. دومش وقتی که خدا دنیای آفریدک یک گل بودک. ما این ربیم دنیا یک گل بودک. لیکن قوم اسرائیل وقتی که بودن در زمین مصرعیم به خدا دوم یکمش به اووی ویس اووی دریا همش بخوم گردشتک. بخوم وقتی که این جوود اینا به جووتا با او بودک اینا او میخواین خوردن نیست خون پیش جوود ببیان اگر خواهی میگه پول کتی خیر پول ته انا او میتیم. خواهی این یکتا مصطفی میبیا پیش جوود او نشده کیف کساده بیا بخواه استکان تو یکچه مینوشم میگه همون استکان دو تا استکان یکتش جوود مینوشه آب دویمش خون مینوشه. این معجزه خدا. سیوم پریمیر میبیاریم وقتی که خدا دات جزره آردک یک تا جزره بودک حیوانو هر حیوانو آمده مصریمای خوردن اینا. یک روز این یک تا مصطفی میبیا پیشی یعقوب میگه این 5 تا پسرام میگه برو اینا یک چه کوچه اینا باید که میگرده من پولش میتیم. میرو میبرا نمازگیری خودش میبیا این یعقوب. مصطفی بچام کنی؟ او میگه که یکمش میگه سینوار میگه او شیر خوردک. دویمش ابو مزنه او دیگه حیوانو خوردک پیل خوردک سلان خوردک. سیومش وای خوردک همشون خوردک. میگه چخه تو خیلی چی روشده میگه عکسش یک پاسپورت میبرم میگه من جود میگه. بینیم که نیچه خدا معجزه‌ای کلون کردک در زمینی مصرعیم بن. لیکن ربوتای خدایی که معجز میکنه دنیا به این
مول وقت نمیگیره، کروتکی وقت میشه، کلت وقت بچوه. اگر این معجزه خدا درست شد و اگر پستایانه شد و اگر آدم آخته میشونیم به میگون که انا این میگه این طبیعت هم خیل. ابراهیم خدا اینه از کروتکی کلتکک میکنه. اگر ما ببینیم پرمیر وقتی که خدا پریکاز میته موشه را بینو میگه رو قوم اسرائیل برور میگه پیش موشه رفته. با همین عصا دیسای میگه به دست عصا ایستاده، همین عصایی که وقتی که بول زمین پرتو میگه مور به میگرده میگه. راستنگی مور میگرده و اینا هم جادوگری میکنن مصری ما، اینا هم اگل مور پایواد میکنن. لیکن موری موشه را بینو پالک و عصا به میگرده و ویس اینا هم میخوری با عبرت نه چی میشه؟ با عصا به میگرده. چو هم خیلی کدا اگر عصایی که موشه را بینو مور بگشت، اگر مور می ایستاد اگر برات نمیگفتن که نه این میگه عصاش خودش عصا نبود این مور بودک. ابراهیم چه کرده بود؟ عبرت نه از مور شدگیه عبرت نه به عصا گردوندک. دویمش وقتی که ولی بعدی برام دیگه شون مصرعیم یک بودک آدم کورخ آدمی مور پرابلم کردک موشه را بینو به چه کرده کدا قراشمویو زمین وشویو همین ویس کورخه فرزنداش 250 آدم کتیز زندلا اینای زمین به فلور بردک. با چه کرده کدا اینه با پشت گبرد نه. اگر و میموندک چی میگفتن آدم ها میگفتن این میگه این طبیعت شدک. دویمش وقتی که برومدن مصرعیم برومدن در یم سوف او در وشدک دریا دوزا پلک وشدک هر یک شبه تو یک دو گذاشتن با بابا چه کرده خدا میسیمای کشتکو اینای بعد با عبرتن محکم شدک. چوه اگر این و میموندگم خیلی میگفته که این میگه طبیعت. ابراهیم خدا ویس که ما به نیسیم میکنه معجزات میکنه وقتی کمتر کم میکنه. لیکن یک تک معجزه خدا کردگی دراز بوده 40 سال کدا وقتی که بروندند قوم اسرائیل خدا اینای دونی دشت بگرداندک نان نبوده خوردن چی خدا ابالی آسمان اینا به من دادک من داده که یکم روز لیکی خدا من دادگیش دنیا یک بانک به پر کردن و الان موندن که بینن که قوم اسرائیل این معجزه خدا تو بین خیال نکنن که این انم خیلی طبیعت هستک. همین معجزه خدا میکنه چند وقت یه مرتبه برای قوم اسرائیل یا که برای یک تا آدم برای همه کام برای جوتا چه میکنه همینه ما دانیم که بینیم که میگه ما دانیم که هم ویس دنیا ویس چه که میشه این همش معجزه خدا این طبیعت نیستک. حالا یکته خواهیم میبرن سیپور اگمارا ربی خانینا بن دوسا آدم خودش معجز میکردک. چه معجز میکردک؟ یک روزی جمعه از شبا دروندن پیش تیوله وقت نیست دخترش چراغ شبات تایر کردن اجدا کار با به جایی که دونی وای روغن آزه دونی پیاله دونی استکان دونی وای سیرکو میانازه میگرانه بعد شبات میدروژه وای کار کردن میشه پیش دیدش میبیام میگو پدر میگو ما عشق کردم میگو میخلا کنید ما به جای روغن مونم دونی پیاله دونی استکان دونی وای ما سیرکو نختیم. میگو که رو بخنین دوسته که گفته همو روغن چقی میگیره آلو میگیره در میگیره میتونه گفته سیرکویم در گیره. سوال میتین که اگر ما هم خیلی کنیم اگر همین سیرکو مونیم این در گیره گویم در میگیره چی؟ نه چوه نه میگون که جو میتین که خواهیم ربی خانینا بندوسه 100% میدان استن که این دنیا ایگان طبیعت نیست که همش معجزه خدا. آدمی که 100% میدانه که ویز دنیا این معجزه خدا او به خدا یک معجزات میکنه. می خوان نکنیم که همین آدم شوخو میره بگوی میخیزه این طبیعت نه این همه معجزه خدا. چند خیلی آدم هستن رفت خو میرونو بگوی نمیخیزن این معجز آدم چشمش کتی میبینه گوشش کتی گو میفهمه کار میکنه آدم تورا خونده میتونه تفیلا خونده میتونه
هر خیلی کارهایی که میکنه آدم راست میشینه به پا، این همش معجزای خدا. ما باید قدری امینه دانیم که همیشه خدا چه خیلی که خدا به ما معجزات کدک در زمینی میسرایم برودک، ما با چت با معجزات کدک همه جا به ما تفیلا میخوانیم که ما التماس داریم که به خدا حاضرم. ما یک دشمن داریم، اویس طرف دشمن داریم، در اسرائیل گردش بداریم. جوتایی که ما دیگه دولت ها میشنن اینا هم به یک دشمن هستند. ما تلویش میکنیم که تفیلا میخوانیم که خدا معجز کنه، ما در زمین اسرائیل نزدیک کنه و خدا مشیخ صدقین افسانه و دنیا شلوم افسانه. مشیخ صدقین برای سلامت باشتان. من عبدخیم ایمان رحمیم رامیسیانو در ارد اسرائیل به زمینی مدین. سلامت باشتان.